مکانیزم ماشه شنیدید که جدیدن مکانیزم ماشه یعنی میخوان ماشه رو از ضامن خارج کنن. هنوز شلیک که نکردن. اون اروپایی دشمنه اونور دنیا میگه میخوام فعال کنم، اینجا ایرانیه گذاشته رو رگبار داره میگیره رو مردم. بازار ربطی چه خبره خدا وکیلی؟ چه خبره؟ قدیم یکی حرف میزد میگفتن زرش یعنی یه چیز بی ارزش. الان زرش 3 برابر شده، کیلو 600,000 تومان. لوبیا چیتی کیلو 450,000 تومان. به شرف مردای عالم من میخوام 230 تومن رو غذام اضافی کنم. 2 ماه میترسم، دلم نمیاد، روم نمیشه. چه خبرتونه؟ بابا اونا دشمنن. در طول تاریخ نظام جمهوری اسلامی قبل زمان شاه قبلش هم آمریکا و اسرائیل و فرانسه و انگلیس و روسیه کی با ایران خوب بودن؟ همیشه دشمن بودن. خونای آلوده که فرانسه فرستاد، اون سلاح شیمیایی که عراق از این ور آلمان میداد به عراق استفاده میکرد، از این ور رزمندهای ما رو میبرد درمان میکرد تو آلمان. یادمون نرفته که. بابا چه خبر خدا وکیلی؟ چه خبر حضرت عباسی؟ طرف اونجا گفته میخوام فعال کنم، شما اینجا فعال کردید گذاشتید رو رگبار گرفتید رو طبقه 3 بدبخت. نکنید خدا وکیلی، نکنید. قدیم به خاطر آمریکا میخواد رجز خونی میکرد میگفتن آمریکا در چه فکریه ایران پر از بسیجی. الان باید بگن اروپا در چه فکریه ایران پر از گیم. قطعش کن مشتبه، قطعش.